ولاگ یک روز با من توی بندر عباس مال. هر موقع حوصله‌ام سر میره من توی بوکلندم. کلاً که من اینجا رو خیلی دوست دارم، وایبشو، وسایلشو، همه چیشو. اگر فکر میکنید فقط اکسسوری داره سخت در اشتباهین. یه جای دنج برای مطالعه است. از کتابا میتونید لذت ببرید. البته مجموعه بندر عباس مال به غیر از بوکلند، سینما، کافه، رستوران، فودکورت، فروشگاه برای خرید و یه هایپرمارکت بزرگ داره. اینجا هم که به تازگی حرفه گلفروشی باز شده. منم که عاشق گلای آفتابگردونم، پس یه داپسمش گرفتم. آرزوهام برا تو نرسیدم، برا من لحظه دیدار برا تو، این دل تنگ برا من، گل تهران برا تو، اگه شد جنگ برا من، همین آهنگ برا تو. اگه از اکسپلور میای پیج منو فالو کن، جاهای قشنگ بندر عباس رو نشونت میدم.